اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی. ای موسی غیر از من دیگه حاجت روا و مشکل گشا، فریادرس و دادرسی در زمین و آسمان وجود ندارد. لذا همه عبادت ها را به من اختصاص بده. فاعبدنی، عبادت های جانی، مالی، زبانی، همه عبادت ها را به من خدا اختصاص بده. خصوصا نماز که یک عبادت ویژه و تشکیل از قول و فعل هست. اقیم الصلاة لذکری، این عبادت را، سجده را به من اختصاص بده، رکوع را به من اختصاص بده. نماز از همین اعمال تشکیل میشه، اقوال و افعال. اکنون در سوره انبیاء علیهم السلام در آیه 25 سوره الله تعالی همین مطلب را بیان می‌فرماید. نه تنها من شما را دستور عبادت دادم که عبادت ها را به من اختصاص بده موسی، بلکه الله تعالی در سوره انبیاء این مسئله را بیان می‌کند که همه انبیاء مامور بودند که عبادت های جانی و مالی و زبانی را به من اختصاص بدن. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. هیچ پیغمبری در دنیا نآمده مگر ماموریت آن پیغمبر همین بوده است که عبادتها را به من اختصاص بده. هر چقدر نبی قبل از رسول علیه السلام از آدم تا خاتم مبعوث شده، دعوت و ماموریت همه انبیاء همین بوده است که من را کارساز، حاجت روا، فریادرس و دادرس دانسته همه عبادت ها را به من خدا اختصاص بدهید. عبادت های زبانی، عبادت های بدنی، عبادت های مالی. هیچ نبی نآمده مگر وحی ما به جانب آن نبی همین بوده است که الهی، معبودی در عرش و فرش، زمین و آسمان وجود ندارد غیر از ذات من الله. لذا همه عبادت ها را به من اختصاص بده. فاعبدونی، فقط من را عبادت. این ربط کلی این سوره با سوره طه است. برای این مطلب الله سبحانه و تعالی 3 دلیل عقلی، 11 دلیل نقلی میدهد. اجمالا از همه انبیاء همین دلیل بود که همه انبیاء را ما دستور داده بودیم و به آنها وحی کرده بودیم که من الله را عبادت کنید. ضعف بشر در جنب خدا همین بوده است که یا خدا را عبادت نکرده یا عبادتها را به خدا اختصاص داده. در طول تاریخ بشر و در عصر حاضر اشتباه عظیم بشر همین بوده است که عبادت را یا به خدا اختصاص ندادن یا اصلا خدا را عبادت نکردن. اولا که عبادت چه هست؟ ما این مسئله را تشریحش را خوانده ایم در درس‌های که از شعبان شروع می شود. از اول شعبان این مسئله را تشریحاً گفته ایم، لیکن اجمالاً عبادت حق اختصاصی خدا است و بشر اشتباهش فقط در بعد عبادت بوده. اولا که عبادت را ندانسته که یعنی چی، و اون عبادتی که حق اختصاصی
اینا عبادت مالی ہے. عبادت زبانی از تمام تسبیح و تحمید و تکبیر و در رأس همه عبادت ها خواندن و فریاد زدن. اینا عبادتن و به خدای لایزال اختصاص دارن. اگر برای غیر خدا انجام بگیرن هم اونها منفورن و قابل قبول نیستن. و اگر کسی خدا را نخواند، خود را از خدا مستغنی بداند و خدا را حاجت روا و مشکل گشا ندانسته، هر آن و هر ساعت با خدا تماس نگیرد و در تمام شؤون زندگی با نام خدا شروع نکند و با استعانت الله، این انسان هم اشتباه کرده است. برای این مطلب که عبادت حق خدا است، الله تعالی 10 دلیل عقلی از 10 نبی ذکر می فرمایند که ببینید مردم انبیا هم که وقتی به مشکلات گیر می کردن برای دفع مضرات و برای جلب منفعت خدا را فریاد می زدند. حضرت ایوب نگاه کنید، حضرت یونس نگاه کنید، حضرت ابراهیم نگاه کنید. سیرت انبیا را الله تعالی بیان کرده که همه انبیا که مردم شما آنها را میخوانید برای حاجت روایی و مشکل گشایی و دادرسی، آنها خودشان در مشکلات خود من خدای عزوجل را میخوانند. حضرت یونس نگاه کنید، حضرت ابراهیم علیه السلام را نگاه کنید، حضرت زکریا را، تمامی سیرت انبیا را تشریح الله تعالی بیان میکند و در آخر سیرت همه انبیا را بیان میکند که انبیا در طول تاریخ هر آن همیشه من خدا را میخواند. این آیه 90 سوره را شما باز کنید اجمالا. بعد از داستان انبیا علیهم السلام الله تعالی سیرت انبیا را بیان می‌کند. انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. در طول تاریخ بشر انبیا را انسانها عبادت کردند و پرستش کردند، خواندند آنها را، به نام آنها قسم خوردند و برای آنها نازل خیرات دادند. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید همه انبیا کانوا یسارعون فی الخیرات، در طول زندگی خود و حیات طیبه خود در کارهای خیر از یکدیگر سرعت می‌گرفتند. از انسانهای دیگر انبیا کوشش می‌کردند که بیشتر نماز بخوانند، بیشتر ذکر کنند، بیشتر به طرف خدا متوجه باشند و علی الدوام یدعوننا، من خدا را فریاد می‌زدند، رغبا به رحمت‌های من و به نصرت‌های من راغب بودند و رهبا و از من خدای عزوجل هراس داشتند و کانوا لنا خاشعین، همیشه در برابر من تضرع و عاجزی میکرد. کسانی را که شما به عنوان حاجت روا، فریاد رس، حاضر و ناظر دانسته، عالم الغیب دانسته، اونها که مرید من بودن، اونها که مشتری من بودن، اونها در تمام مراحل زندگی من خدا را فریاد میزدن و گردن آنها در برابر من خاشعین بودن، تضرع داشتن، عاجزی داشتن. برای این مطلب الله سبحانه و تعالی سیرت انبیا را بیان میکنه. لیکن در ابتدای سوره انسانها را سرزنش میکنه، نکوهش میکنه، عتاب میکنه که این انسانها حساب و کتابشون آمده، قریب شده، لیکن ها در یک غفلتی از حساب و کتاب خودشان غافل. اقترب للناس حسابهم
شده برای انسان ها حساب و کتاب انسان ها، لیکن این انسان ها در یک غفلتی از آن حساب و کتاب خود اعراض همه ما سروران گرامی حساب و کتاب ما نزدیکی، ما به محضر خدا حاضر میشیم، از کلی و جزئیه ما خدای عزوجل حساب میگیریم. از رمضان گذشته در همین روز شما نگاه کنید چه اتفاقات عظیمی مثل بم و غیره افتاده است و چقدر از دوستان ما و احباب ما که در رمضان گذشته در این روز و در این روزها با ما در این مسجد شریک بودند، در قریب ما زندگی سرشاری داشتند و خرماهای مضافتی را برای من شما حمد و نقل می‌کردند به اطراف دنیا و شهره آفاقی داشت. مضافتی آنها کجا شد؟ در 16 ثانیه الله سبحانه و تعالی هزاران انسان را احضار کرد در همین نزدیکی ورش. 80,000 تخمین زدن که انسان در 16 ثانیه به بارگاه خدا احضار شدن و حالا تحت بازجویی خدا قرار گرفتن. حساب کتاب آنها شده، آنها که طفل بودند مجرم نبودند، به امید رحمت الله شاید وارد بهشت برین شده و روح و ریحان جنت برین برای آنها شد و آنهایی که خدا نکرده مجرم خائن بودند توی عذابهای الهی مبتلا است. الله تعالی نجات می‌دهد. همین الله سبحانه و تعالی میگه حساب انسان‌ها قریب شده، لیکن این انسان‌ها در یک غفلتی و در یک سهوی از حساب و کتاب خود اعراض کنند. بس انسان‌ها ساختمان‌هایشون دیده میشد که ستون آنها از فلز و غیره بلند شده، دیگه خوشنصیب شدن که شاید بیرون بودن و نموند که اسکلت ساختمان خود را مشاهده می‌کنند. ما امروز اصلا در فکر حساب کتاب خود نیست. رسول علیه السلام فرمودند شبی بر شما روزی نمی‌گذرد مگر شما اگر وصیتی دارید وصیت‌نامه خود را بنویسید و در فکر حساب باشید. اون انسانی که در ماه مبارک رمضان او بخشش نشود بر اون انسان نفرین شده است. جبرائیل نفرین کرده، رسول الله نفرین کرده و اون انسان دیگه شنبخت. ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه و هم یلعبون. حالت کفار امروز با ما مسلمان ها هست. الله تعالی میگه این پیشین انسان ها نمی آید هیچ نصیحتی جدید از جانب رب آنها. محدثین صفت ذکر است. چون قرآن عظیم و شان نازل میشد و مشرکین مکه میشنیدن، مردم مکه میشنیدن. این سوره مکیه است، 73 سوره ترتیب نزولیش است. الله تعالی میگه هر نصیحتی از جانب رب آنها میآید جدید و تازه، اینها گوش میکشن که حرف جدیدی رو محمد تلاوت میکنه. سوره انبیاء جدید آمده تلاوت میشه، سوره طه تازه آمده تلاوت میشه، فلان آیه جدید تلاوت شد که قبلا انسان‌ها نشنیدن، اونم میشنیدن و باز توی بازی و تماشا خود مشغول میشن. امروز ما مسلمان‌ها خدا پناه بدهد حالت ما همینطور. هر حکم خدا، هر دستور خدا، هر حکم و قانون خدا را میشنویم و به دستور ثابت نادیدهش میگیریم، نشنیدهش میگیریم. نمیاد میشیم انسان‌های غافل از خدا، هیچ فند جدیدی و نصیحت جدیدی از جانب رب آنها الا استمعوه مگر استماعش میکنن و باز از غفلت
سخت هست. امروز حکم صریح خدا شنیده شده و دانسته شده نقض میشه و سروران گرم. چقدر مسلمان روزه نمیگیرن حکم صریح خدا نقض شد. چقدر مسلمان نماز نمیخوانن حکم صریح خدا نقض شد. چقدر مسلمانن که اصلا اعتقاد جهاد ندارن. این دیگه خیلی سخته. مثل کسی که اعتقاد روزه را نداشته باشه، اعتقاد نماز را نداشته باشه. این سخت‌تره از این که نخواند. اعتقاد داشته باشد و نخواند یک گناهیه. اعتقاد مشروعیت این احکام را نداشته باشد این گناهش خیلی سنگینه، کفره. در حالی که لاهیتاً قلوب اینها توی بازی های خود سرگرم. سبحان الله. امروز شما نگاه کنید یک مسابقه بازی. امروز من توی بازار می آمدم تابلوی فوتبال رمضان. رمضان آمده که شما ورزش کنید، با تشنگی و گرسنگی و برای جهاد آمده کنید. شبها بیدار میشید، روی پا بیستید تا که اگر جای در مصاف دشمن شما بخواهید بیستید پای شما خسته نشید. ما برای 5 دقیقه که پشت حافظ میستیم پاهای ما درد میکنند و خسته ایم و مانده ایم. وای که ساعتها در مصاف دشمن بیستادیم. چطور میشه؟ جنت مفت نیست سروران گرامی. الله سبحانه و تعالی از حالت انسانها داره گلایه میکنه. این انسانهای کافر بودن وقتی قرآن نازل میشد بر آنها. آنها یلعبون در برابر دستورات الهی بازی نماز. هزاران انسان، صدها هزار انسان توی میدان فوتبال ها خود را مسلمان میدانند. نماز عصر میآید، خبری از نماز نیست. این بازی به عینی همین بازی قرآنش میگه. اون بازی که انسان را از نماز، از روزه، از حج، از ذکر، از تلاوت غافل کند، اون بازی مشروعی نیست. و همونه که وهم یلعبون در حالی که لاهیتاً قلوبهم دلهای اینها غافلن از معاد، از قیامت. هیچ فکر قیامت نیست. اگر یک توپی از محدوده گل تجاوز می کند همه به قهقها و کفزنی مرض انسان را قرآن چطور نشاندهی کرده. و هم یلعبون لاهیتاً قلوبهم. و بعد بر علیه اسلام توطئه و اثر النجوى الذین ظلموا. اون سرگوشی که خودش سریه، محرمانه یه دو نفر با هم حرف بزنن. لیکن الله تعالی می فرماید اینها همین سرگوشی خود را محرمانه بیان میکنه. اثر النجوى، همون سرگوشی خود را محرمانه به گوشی دیگر میرند و میگویند. الذین ظلموا بدل از فاعل اثر ظالمی. تو گوشی دیگر میرن بر علیه اسلام، پیغمبر، قرآن توطئه میکنند. چی میگن؟ یک دیگر را میگه هل هذا الا بشر مثلکم. نیست این محمد که خود را نبی خدا، رسول خدا و آنچه میخواند کتاب خدا معرفی میکند. این یک بشر معمولی هست مثل شما. یاکل مما تاکلون یشرب مما تشربون. از همون آبی که شما می نوشیدی می نوشد. همون غذایی که شما می خورید، خرمایی، نانی، آشی، گوشت شتری، این هم از همون چیزها می خورید. این مشغله بعدین ها که از بازی و تماشا فارغ بشوند بر علیه اسلام توطئه می کنند، بر علیه پیغمبر توطئه می کنند. پیغمبر را نعوذ بالله یک بشر معمولی معرفی میکنه. نیست این محمد الا بشر مثلکم، بشری مثل شما. کجا رسول شما؟ رسول خدایید؟ نه.
به شما پیام میرسد از طرف خدا؟ نه، تو اون هم مثل شما بشریه. این همه سردمداران کفر بازیگران خود را چنین توجیه میکنند. این محمد نیست، الا بشر مثل. بعد خب این یک تعدادی انسان متأثر شدن، دارن از او تأثیر میکنن، دارن او را اقتدا میکنن، با آب و تاب و با هزار درد و سوز این کتاب او را تلاوت میکنن. این چیه؟ بابا این جادویه. هر که بره نزدیک محمد جادو بر او اثر. افتأتون السحر، آیا شما بی این سحر نزدیک میشوید، میایید کنار این سحر؟ یعنی قرآن عظیم و شان را سحر و پیغمبر اسلام را جادوگر، ساحر، جادوگر. این همه توطئه آنها بر علیه اولین بشره مثل شما. خب اینقدر انسان متأثر شده، رنگشون عوض شده، قیافهشون عوض شده، بازی ندارن، میخوانند و گریه میکنند. ابوبکرها، عمرها، اینها چیه؟ بابا این جادوه. نزدیک هر که نزدیک این بره، این جادو او را اینطور مبهوت میکنه، از پدر میزنه، از برادر میزنه، از تجارت و کسب و کار میزنه. بیایید بخوانید، بیایید دعوت میدید. سحر، افتأتون السحر و انتم تبصرون. شما هم میبینید که چقدر جادوی خطرناکیه و پیغمبر چقدر جادوی خطرناک جادوگری هست و این قرآن چقدر جادوی بزرگی. هر که در صحبت این رفته حالا حواسی نداره، دل به این دنیا نداره. بله آقا سربانان گرم، مشتریان آخرت دل به این دنیا نمیبرن. شما میبینید که جادو زن از مرد جدا کرد، غلامه ها اینقدر چوب میخورن، کنیزه ها اینقدر شکنجه میشن، باز هم حاضر نیست از محمد دست بردار میشن. اینقدر جادوی عمیقی. شما میبینید چقدر عمیق جادو کرده. اصلا تمام مردم دیوانه. بلال نگاه کن، هر چی ما میزنیم، هر چی بگه رویش طلاق میدیم، توی خیابانه ها کوچه ها میگردانیم، روی ریگه های گرد میخوابانیم، باز همی میبینیم میگه احد احد احد. دیوانه نیست؟ این سحر شما میبینید. ببینید پیغمبر علیه السلام چقدر توطئه. پیغمبر بشره. ببینید سروران گرامی، بشریت پیغمبر ظاهر بود، نبوت پیغمبر مخفیه، یک چیز حسی نبود. قرآن را سحر میگفت و پیغمبر را جادو میگفت. خودش که هم نان میخوره، ازدواج میکنه، آب میخوره. میدیدن رسول الله در طول زندگی 40 سال قبل از نبوت با اینها آب و نان خورده، در همین مکه زندگی کرده، در ضیافت‌های آنها شرکت کرده. امروز انبیاء علیهم السلام را ما نمیبینیم، خاتم النبیین را نمیبینیم و بندگان صالح و نیک را نمیبینیم. آنها را خیلی دوست داریم، لیکن اعتقاد باطلی نسبت به انبیاء یا اولیاء. وقتی میگه بابا اون انسان بود، میگه اون چیزی دیگر بوده، اون چیزی دیگره. امام اون چیزی دیگره، نبی اون چیزی دیگره. نه بابا، در بشریت با ما مساویه. قل انما انا بشر مثلكم. رسالت انبیاء رو ما قبول داریم. نوبت به بشریت یک گروهی به نام سنی پاک در پاکستان بشریت انبیاء را انکار می‌کنه و بعضی امام ها بابا امام او یک چیز دیگره. چیه بابا؟ اون مخلوق انسانه، بشره، بنی آدمه، زن داشته، تاریخ ولادت داشته،
جواب این توطئه ها را الله تعالی میدهد. این شکوهای کردن قالق نوشته قل هم خوانده میشه. ای پیغمبر شما میگویید ربی یعلم القول فی السماء والارض، رب من تمام اقوالها را در زمین و آسمان میداند. شما چه توطئه‌هایی بر علیه من میکنید و من شما را چه دعوتی به خدا میدهم. الله تعالی اطلاع کاملی از اقوال من شما. تخصیص اقوال نیستند، هو السمیع لكل شیء. تخصیص زمین و آسمان نیست، او سمیع لكل شیء هست، علیم بكل شیء هست. باشه شما بر علیه من و بر علیه کتاب خدا توطئه کنید، من بشر معمولی بگید، قرآن را سحر و من را ساحر بگید، این همه حرفهای شما ثبت. الله تعالی میداند تمام حرفها را که در آسمانها و زمین فرشته‌ها میزنند، انسانها میزنند، پرنده و چرنده ها صدا میدن. تخصیص زمین و آسمان نیست، و هو السمیع العلیم، و سمیع لكل شیء. از تمام برنامه‌های سری شما خدا خبر دارد، از احوالهای سری شما الله تعالی اطلاع کامل. این باب متعلق افتأتون السحر. اولا گفتم این قرآن سحریه، جادویی، انسانها را نسبت به یکدیگر بدبین میکنه. چرا مؤمن وقتی ایمان می آوردن کفار بر علیه آنها بودن، لحاظا بین مؤمن و کافر که فرق. بعد میگفتن نه بابا این سری هم نیست، یک سری حواس باختگی دارد محمد صلی الله علیه وسلم، بدون اراده از یک انسان حواس باخته و از یک انسان دیوانه و مجنون حرف از دهن انسان صادق میشه. انسان دیوانه حرف میزنه میدانه چی میگه، یا انسانی خواب میبینه او در اختیارش هست، بدون اختیار این همه حرفها از محمد صادق میشه. مثل که خواب، یک انسان خواب میبینه بدون اختیار اون خوابها را میبینه. این قادر نه سحری هم نیست، سحر یک حقیقتی، یک چیزیه. این چیزهایی که محمد میخواند و عرض میکند اضغاث و احلام، خوابهای پراکنده، صحبتهای بدون اختیار از دهن او در عالم حواس باختگی این حرفها را میزند. خب بابا این همه حرفهای پر محتوا با متن، این همه دلایل عقلی نقلی تاریخ گذشتگان را به بهترین اسلوب محمد صلی الله علیه وسلم بیان میکند. هیچ مورخی اندازه محمد صلی الله علیه وسلم علم صحیح تاریخ ندارد، تاریخ انبیا را بیان میکند. از بدء خلقت بشر صحبت میکند که علماء یهود و نصارا میدانستند. اینا چطور اضغاث احلام میشن؟ حرفهای حواس باختگی هست، مثل خوابهای پراکنده. وقتی اینطور اینها را مارپیچ میکردن، این همه گویا در یک عالمی الله سبحانه و تعالی از دل اینها، از چون و چرای اینها الله سبحانه و تعالی اطلاع دارد، خبر دارد. لذا تمام اون شکوکی که در دل آنها می آمدند و با زبان ظاهر می کردند در مجلس های مختلف، الله سبحانه و تعالی از آنها این حرفها را نقل می کند. می گفتن این اضغاث احلام، نه بل افتراه. اینها را محمد صلی الله علیه وسلم خودش می سازه. افترا دروغ سازی را میگه. این نعوذ بالله این حرفها را درست میکنه و به خدا نسبت میده. افترا علی الله الکذب، بر خدا دروغ نسبت میده. این بسیار دروغ سازی. مفتری کسی را میگن که خودش دروغ بسازه و دروغ درست کنه. نه شاعرها گاهی در شعرگویی اغراء‌آمیزی میکنن. شاعرهای کاهی را میبرن مثل کوهی معرفی میکنن، گاهی کوهی را حذف میکنن و از کاه هم پس
خاصتر نشانش میده. این شاعره. اگر پیغمبر هست تو فلیاتنا به آیت کما ارسل الاول، بیارد دلیل، نشانی، معجزه همانطوری که انبیاء اول آوردن. یعنی بیضای مثل موسی داشته باشه، عصایی که اژدها بشه باید داشته باشه، شتری ناکه از درون کوه بیرون آمده بود و اونها جای اون شتر را هم دیده بودن که از داخل این کوه یک شتری در بیاد از این کوههای سخت و سفت مکه مکرمه. اون معجزات انبیاء اول را ارائه بده. فلیاتنا بآیت کما ارسل الاولون، همانطوری که انبیاء قبلی فرستاده شدن. یکی نشانی نبوتش ناکه از سنگ خارا بود، یکی ید بیضا داشت، یکی عصا داشت. انبیاء علیهم السلام در گذشته چه معجزاتی داشته؟ همون معجزات را بیان. این که در آخر اون حرفا که شاعر است، مفتری است، از غاص اعلام میگه بشری مثل شما. این 4 چیز را به پیغمبر علیه السلام نسبت داده. لیکن اغلای اینها که با هم می نشستن، شما میگی محمد شاعره، شما تا الان از محمد شعری شنیدید؟ نه. پس چرا میگی شاعره؟ شما میگی محمد افترا میکند بر خدا، دروغ. شما در زندگی 40 سال محمد صلی الله علیه وسلم شما یک دروغی شنیدید؟ و الان که هر چی میگه همینطور راست در میاد. پس دروغو هم نیست، شاعر هم نیست. شما میگید که از غاص اعلام حرفهای مجنونانه و دیوانه میزنه. شما ببینید در حرفهای محمد بوی دیوانگی هست. دیوانه ها نه تمیز دارن، نه ادب دارن. دیوانه ها گاهی خود را میزنن به آب و آتش. شما دیدید محمد گاهی خود را به آب و آتش بزنه؟ این نسبت ها را اغلا میگفتن، اینها ما نسبت میدیم، لیکن بوی کذب، بوی دیوانگی، ذره شعر و شاعری با محمد نیست. خب معجزاتی که ما از او میخواهیم چرا نمیارد؟ از این کوههای سخت قطار شتر بیاد، نهری از این کوهها جاری کنه. تو پیغمبری؟ بله. از این کوههای خشک مکه یک نهری مثل نهرهایی که در دنیا از کوهها سرازیر تو برای ما جاری کنه. یک نهری بیاید، آب سبز کسی که در دنیا اینها گشته بودن و آبهای عظیم را که از کوهها سرچشمه میگیرن دیده بودن. و در مکه یک قطره آب غیر از چای زمزم نبود. تو الله تعالی این اعتراض آنها را جواب میده. معجزه فرمایشی ظاهر کردنش هیچ مشکلی ندارد. الله تعالی میتواند فقط از جبل ابو قبیس چنان نهری حرکت بدهد که در تمام دنیا بره. این هیچ سختی ندارد. بله خدا یک قانونی دارد که اگر معجزه فرمایشی، معجزه‌ای که آنها خواهش میکنن و طلبش میکنن، اون معجزه ظاهر بشود، خدا میداند اینا ایمان نمیارن و فوراً هلاک میشه. الله تعالی میفرماید معجزاتی که من به انبیا مطابق خواهش قومها دادم، قومها ایمان نآوردن، تباه شدن. معجزه فرمایشی که ناکه از سنگ خارا آمد، قوم صالح را من برباد کردن. خانه‌هاشون دیدی، وقتی به شام میرید میبینید اون کاخه‌هایی که بر کوه‌ها اونها تراشیدن، اون سرزمین حجر را اصحاب هجر را شما میبینید. دیدید معجزه من نشان دادم، ایمان نآوردن، بربادشون کردم و گذاشتم. بیچاره ها، هر کس معجزه خواسته من
اونها قبول نکردن، برباد شدن. معجزه فرمایشی نمیاد به نفع شما. این قرآن بزرگترین معجزه هست. از این درس بگیرید، هدایت بشوید، برباد نشید. همین مطلب را الله تعالی بیان می‌فرماید: ما آمنت قبلهم من قریة اهلکناها. ایمان آورده قبل از این اهل مکه هیچ اهل قریه‌ای بعد از ظهور معجزات که اون قریه ها را ما هلاک کردیم. ظهور معجزات شد، اونها ایمان نآورد. ما آمنت قبلهم من قریة، بعد از ظهور معجزات هیچ قوم ایمان نآورده. اهلکناهم، من آنها را هلاک و برباد کردم. افهم یؤمنون، اگر من نهری از این کوههای خشک مکه سرازیر کنم، آیا اینها ایمان میارن؟ نه، اینها ایمان نمیارن. اینها هنوز میگن که این محمد آنقدر جادوگره، جادوش بر کوها افتاد، کوه شکافته شد و آب جاری شد. افهم یؤمنون، اینها ایمان میارن اگر من نهری جاری کنم؟ یکی از خواسته های اهل مکه همین بود که یک نهری از این کوههای خشک برای ما جاری کنیم. ما برای آب خود، برای آب دامه های خود، برای غسل عروسیان خود در تنگنای یک حوضی، یک آبی، یک چشمه، یک نهر زلالی در اختیار ما نیست. تو الله تعالی می فرماید من معجزات فرمایشی وقت ظاهر کردم، اون قوم ها ایمان نآوردن، اهلکناهم. افهم یؤمنون، اینها ایمان میارن؟ من معجزه نشان بدم، از این کوههای خشک مکه نهری جاری کنم، اینها ایمان میارن؟ نه. یک روزی ابو جهل در مشت خودش سنگ قرار داد، سنگ ریزه. گفت تو پیغمبری محمد دای نبوت و رسالت داری؟ گفت بله. گفت خب بگو در کف من چی هست؟ گاگای خدا معجزه ظاهر میکنه. حضرت فرمودن من بگم که در کف تو چی هستم یا آنها بگم که من کیم؟ این سنگه ها شهادت خواندن: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. ابو جهل چنان ناراحت شد، انداخت، گفت عجب جادوگر خطرناکی، بر سنگه ها هم جادو میکنی؟ سنگه ها را هم به صحبت میاری؟ امروز بشر اینجا پریزی درست کرده، حرفها را منتقل میکنن، اون همه چیز را مرتسم میکنن. سنگه ها در آن واحد شهادتین آوردن. ابو جهل ایمان نآورد، گفت عجب جادوگر خطرناک، سنگه ها را هم به صحبت آوردی؟ تو الله تعالی فرمود اگر من نهری هم جاری کنم، شما میگید که جادوی محمد. افهم یؤمنون، این استفهام انکار. آیا اینها ایمان میارن بعد از ظهور معجزه؟ یعنی ایمان نمیارن. وقتی ایمان نیارن من اینها را هلاک و برباد میکنم. این قانون من خدای عزوجل است. قانون خدایی معجزه نشان میده، لیکن اگر معجزه مطابق گفته آنها نشان بدهد ایمان نیارن، هلاک شد. چنانچه که از حضرت صالح معجزه شتر را از سنگ خارا خواستند، شتر آمد بیرون، این شتر برای آنها بلایی شد. آخر حضرت فرمود این ناقه خدا، قال رسول الله ناقة الله و سقیاها فلا تمسوها بسوء. این ناقه الهی است. ناقة الله به زبان خود ما یه الله راچی. ببینید دست نزنید به بدی، برید دستهای خود را مبارک کنید، گردنش را به خوبی مس کنید، همانطوری که انسان دامها را مس کند. فلا تمسوها بسوء،
بسو مسش نکنی که خدا شما را عذاب میده. آخرین دام بلایی شد، سر آب چاه که می آمد همه آب چاه را میکشید، دام ها اینها تشنه میشد. نوبتی شد، یک روز مال شکر الله و یک روز مال شما. خب در فصل تابستان گوسفندها یک روز آب ببینه یک روز نبینه خیلی سخت میشه. باز آخر یک شقی اشقل قوم به سلام مشورت ناکه الهی را زدن کشتن. حضرت فرمود 3 روز بیشتر مهلت نداری بیچاره. شما اول این شقی بر دست و پای شتر شمشیر زد، شتر به زمین افتاد، روی زانو افتاد. به تعبیر خود ما هوشتر جوکت روی زانو با ذبحش کرد. الله هم بر آنها همین عذاب را آورد. جبرئیل یک نعره زد، قلب همه پاره شد، همه روی زانو افتادند و مردند. همه اینطور که انسان در حال سجده میفته، اینها روی زانو افتادند و نفس اینها تمام شدند، در حال افتادن. فاصبحوا جاثمین. من معجزه نمیارم، مطابق فرمان آنها به نفع اینها هست. ورنه اگر معجزه آمد اینها ایمان نآوردن، بلایی بر سر اینها بیارن که بر قومهای گذشته آمد. این خاطر هیچ معجزه درخواست شده برای اهل مکه خدا نداد. چرا؟ خدا میخواست که بعد از 21 سال اینها بخش عظیم اینها در بلد الامین مؤمن میشن، ولهذا عذاب برای آنها نآمد. وقتی خدا میخواست تعدادی را به جهنم رسید کند، بعد از 15 سال اینها را در میدان بدر برد و اونجا تو کلیم بدر واردشون کرد به درد. یک اعتراض بزرگی که بر پیغمبر علیه السلام بود، این رسول الله را شاعر، مفتری و دیوانه و مجنون که حرفهای اینطور از دهنش در میاد، مثل که انسان خواب بی اراده میبینه، این همه حرفهای محمد بی اراده از دهنش در میاد. این نسبتها به رسول الله نچسبیدن. لیکن خب بشریت رسول پاک صلی الله علیه وسلم مسلم بود. گفتم بشری، این هل هذا الا بشر مثل، محمد انسانی مثل شما، میخوره میخوابه، رسول نیست. اعتراض بزرگ بین رسالت و بین بشریت، اینا میگفتن تضاد. بشر رسول نمیشه، انسان نبی نمیشه. لذا چون شما بشری، انسانی، لذا در دعوای رسالت کاذبی، بشر رسول نمیشه. الله تعالی فرمودن اینها رسالت و نبوت ابراهیم را قبول دارند، رسالت و نبوت حضرت اسماعیل را قبول دارند، رسالت و نبوت موسی کلیم الله را یهودی ها قبول دارند، رسالت و نبوت عیسی ابن مریم را مسیحا قبول دارند. این انبیاء شناخته شده، معروف، مشهور. و اون انبیایی که معروف مشهور نیستند، از آدم تا خاتم النبیین، همه انبیاء انسان، بشر، مرد بودند. خدا زن نبی نکرد. و ما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیه. ما نفرستادیم قبل از شما ای پیغمبر مگر مردانی. همه مرد بودند، همه انبیاء از آدم گرفته تا خاتم النبیین که نبوتش را قبول نمی کنند، همه این انبیاء مرد بودند. حضرت ابراهیم مردی بود، حضرت اسماعیل مردی بود، حضرت یعقوب و اسحاق، یوسف، همه اینها مرد بودند. من به طرف آنها وحی کردم، من به طرف آنها وحی کردم همون که انه لا اله الا انا فاعبدون. خیلی احمقه. اگر خودشان علم ندارن که انبیاء انسان، بشر، مرد بودند، و فاسألوا اهل الذکر،
کنتم لا تعلمون. شما برید از علما سوال کنید، از علماء یهود، از مورخین دنیا برید سوال کنید، از اهل ذکر، از اهل کتاب. ان کنتم لا تعلمون، اگر شما تاریخ انبیا را نمیدانید. همه انبیا بشر بودن، همه انبیا ازدواج کردن، نان خوردن، خوابیدن، بیدار شدن. اگر شما نمیدانید این مسئله را که رسول و بشر با هم جمع میشوند، بین رسالت و بین بشریت هیچ تضادی نیست. همه انبیا مرد بودند، نان خوردن، ازدواج کردن، خوابیدن، شهید شدن. و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام. جواب بشری، که گفتم محمد بشری مثل شما. یک جای دیگه در قرآن عظیم الشان اعتراض میکردن بر علیه پیغمبر، توطئه کردن، اسر النجم الذین ظلموا. در اون توطئه و تبلیغات سوی که بر علیه پیغمبر علیه السلام میکردن این بود، میگفتن ما لهذا الرسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق. این محمد رسوله، غذایی که ما میخوریم میخورن، بازار هم میره. الله تعالی جواب میده و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام. همه انبیا غذا خوردن، اونها مجسمه نبودن که غذا نخورن. مجسمه ها نمیخورن، نمی نوشن. من که انبیا را مجسمه نکردم که لا یاکلون الطعام، طعام نخورن. شما هم مثل انبیای گذشته غذا میخورید، میخوابید، ازدواج میکنید. این چه حرفی که نحمه خواه میزنم؟ انبیا را که من مجسمه بودی که نکردم، جسدی که لا یاکلون الطعام من نکردم. همه انبیا غذا خوردن و همه انبیا در دنیا هم نماندن. و ما کانوا خالدین، غذا خوردن و زندگی خود را به پایان رسیدن و در ایام موت خود مثل انسانهای دیگر موت هم برای آنها آمد. میگفتم محمد نسلی نداره، پسران نیرومندی نیست که بعد از محمد صلی الله علیه وسلم این نهضت محمد صلی الله علیه وسلم را در دنیا نشر کنند. با مردن کارش تمامه، دیگه هیچ. تو الله سبحانه و تعالی فرمود اگر محمد صلی الله علیه وسلم از دنیا میره شما باقی میمانید. و ما کانوا خالدین، اون انبیا همیشه نماندن در دنیا. همه انبیا آمدن و به موقع از دنیا رفتن. این یکی از اون آیه هایی هست که بر موت خضر شاهد. بعضی میگه حضرت خضر زنده است، در دنیا میگرده، تصرف میکنه، تصرفات داره. اونایی که تو دریا کار میکنه همیشه خضر صدا میزنن، مشکل گوشه حاجت روا. الله تعالی میگه اونها خالدین نبودن، اونها از دنیا رفتن، به جز عیسی ابن مریم که اون هم در زمین نیست، در آسمان. بر رفع الله الیه. اینا انبیا را تقسیم کردن و گفت شما هم بشری نان میخورید. در قرآن عظیم الشان به کثرت هست که بر بشریت انبیا آنها هم اعتراض میکردن، امتهای گذشته هم اعتراض میکردن که اینها نان میخورن، انسان هم. الله تعالی میگه قومهای قبل از شما هم همین مرض را داشتن، بشریت انبیا را با رسالت انبیا ضد میدانستن و در نتیجه من برای انبیا وعده خود را صادق کردم و صدقناهم الوعد. من با انبیا وعده کرده بودم که شما را نجات میدم، متبعان شما را نجات میدم، تابعین شما را و پیروان شما را. من وعده خود را برای انبیا در آخر کار صادق کردم، پس برای شما هم وعده من صادقه. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. صدقناهم الوعد
یعنی موحدین خدا پرستان و پیروان انبیاء و مخالفان انبیاء در نتیجه چیکار کردیم و اهلکنا المسرفین، اسراف کنندگان را هلاک کردیم. موسی و متبعانش را نجات دادیم، فرعون و فرائض را هلاک کردیم. حضرت صالح علیه السلام و پیروانش را نجات دادیم، همه دیگران را هلاک کردیم. هود علیه السلام را و پیروانش را نجات دادیم، باقی را همه هلاک کردیم. مسرفین را، آنهایی که تجاوزگر بودند، مشرک و کافر بودند. بزرگترین مسرف کافر و مشرک بود. از آن حد و مرزی که خدا برایش تعیین کرده و تجاوز بود، بزرگترین مسرف اونها را هلاک کرد. اکنون ترغیب هست، الله تعالی به قرآن عظیم الشان ترغیب میده. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم. او اهل مکه، او مردم دنیا، ما تدریجا نازل میکنیم به جانب شما کتاب عظیم الشانی که در آن کتاب ذکرکم، پند و موعظه شما هست. ذکر دینکم و احکام شرعکم در این کتاب هست. ذکرکم را یک معنای دیگر هم کردن، شرف لکم. این شرف شما هست، قریشی ها، اهل مکه. قرآن را بپذیری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم را اطاعت کنی، عزت شما هست. واقعا امروز عزت انسان ها قرآن هست، عزت ما قرآن هست، لیکن متاسفانه ما از قرآن خبر نداریم. مردم لا مکد بر سر ماضی معنی قسم را میده. دو والله من نازل میکنم، دارم نازل میکنم به جانب شما کتاب عظیم الشانی. تنوین کتابان برای تعظیم هست، در آن عزت شما هست، شرف شما هست. پند و نصیحت در دین و دنیا برای شما در قرآن عظیم الشان هست. ولی متاسفانه ما از این نصیحت نامه عظیم الهی استفاده نمید. همین زاهدان که شعر حافظان قرآن هست، 80% زن و مرد هیچ خبر نداره از قرآن که توی قرآن چه هست، فقط دوستش داره. دوستی ما با قرآن اینه. از اینقدر دوستش داره. هر قرآن با بوسیدن تمام میشه. حالانکه هیچ ثابت نیست که صحابه اون قرآن ها را که مکتوب میکردن ببوسن. اونا عمل به قرآن کرد. ما حق قرآن را تا بوسیدن و زیارت کردن بس میگیم اینقدر ما حق قرآن را ادا کردیم. نه، حق قرآن عظیم الشان از بوسیدن ادا نمیشه. قرآن آمده است که ما نصیحت بگیریم. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. الله تعالی قسم یاد میکند که ما قرآن را برای نصیحت آسان کرد. کسی هست که از این قرآن نصیحت بگیره؟ 5 مرتبه این کلمه را در یک سوره تکرار میکند. ولقد یسرنا القرآن. اینجا هم میگوید که لقد انزلنا، به خدا قسم، به پروردگار تو قسم ای محمد، به رب شما قسم ای مردم، این کتاب مال ما هست، ما به جانب شما نازلش میکنیم. فیه ذکر کن افلا تعقلون. شما عقل ندارید؟ یک ذره شعور کنید. بیایید پنده ها موعظه های قرآن را ببینید. اکنون الله تعالی میگه اگر شما نصیحت نگرفتید، بر شرک و کفر و غفلت خود ادامه دادید، در بازی و تماشا مشغول شدید، به قرآن توجه نکردید، به این کتاب توجه نکردید، پند نگرفتید و عمل نکردید، شما را برباد میکنم همانطوری که قومها را قبل از شما برباد کردن. ببینی من چقدر هلاک کردم. و کم قسمنا من قریت، چقدر شهر و اهل شهر من هلاک کردم، کانت ظالمتا،
شهرها ظالم بودن، شهر زمین ظالمه، یعنی اهل شهر ظالم بودن. و انشانا بعدها قوم آخری، اونها را برباد کردن. عاد، ثمود، فرعون و پشت سر آنها دیگران را پیدا کردن. و اهل مکه بربادتون میکنن و به جای شما دیگران را میارن. و انشانا بعدها قوم آخری. کیفیت عذاب چطور بود؟ اللہ تعالی میفرماید وقتی عذاب من آمد قومها فرار کرد. یک شب یاد شما هست بعد از بم گفته ظاهرا زلزله میشه، چطور این کاخه های مجلل در فصل سرما ویل میشدن؟ کجا؟ پارکه ها برید، سرد هم بود، سرما شدید. ما هم از دفن اون بمی ها آمده بودیم، چنان خسته ساعت 3 شب خدا توفیقی داد که از اولش بعد از عشاء خوابیده بودیم، دیگه گفتیم بلند بشیم کمی از خدا معذرت خواهی بکنیم. دیدیم در ما را میزنه. چیه؟ یک مهمانی از کوه آمده بود، لحظه که همه مخلوق بیرونن که زاهدان زلزله میشه همون ساعت که بم شده. بابا کی گفته؟ کی گفته؟ عذابهای الهی را کسی نمیدانه ساعت و مقصدش را. این آیه یاد من کنید. فلما احسوا باسنا، وقتی این قوم ها ما گفته خب از جلوی زلزله فرار میکنیم، اگر آسمان را بارانید با سنگ چیکار میکنیم؟ میری دامن کوها، خدا این کوها را دستور بده که دهن باز کنن و مزیر بریم. اینطور شاید که استخوان ما را و قبر ما را ببینه و وقتی هیچی نبینه، به تعبیر الانی ها جهش زمین بشود. بعد چیکار میکنیم؟ خدا دامنه کوه گربند را باز کنه و ما را ببره داخل، چیکار میکنه؟ بابا از عذاب خدا پناه به خدا و راهش تضرع زاری و عاجزی هست. بشینید عاجزی کنید، تضرع کنید، نیایش کنید. الله سبحانه و تعالی میفرماید قومهای تباه شده فلما احسوا باسنا، وقتی احساس کردن عذاب ما را، اذا هم منها یرکضون، فوراً، اذا برای مفاجات است، فرار کرد. فای فرار، آنا بدو. یرکضون به معنای یهربون، فرار. الله تعالی فرمود لا ترکضوا، فرار نکنید. ورجعوا الی ما اترفتم فی، برگردید به طرف اون ناز و نعمت‌هایی که بسیار خوشحال شده بودی در آنها. برید اون ناز و نعمت‌ها، توی باغ‌های مجلل برید، توی پارک‌های و برید توی میدان‌های بازیگری که خیلی خوشحال بودید. برگردید. کجا میرید؟ ورجعوا الی ما اترفتم فی و خصوصا مساکنکم، این کاخه‌های مجلل کجا ول میکنی؟ سوار کردید همه 10 تا بچه را با مادرشون تو یک پیکان، بازی را تو جابه جا دادید. کجا میری؟ بردید الی ما اترفتم فی، به طرف اون ناز و نعمت ها، به طرف اون خوردنی ها، نوشیدنی ها، پوشیدنی ها. دنیا همینه، خوردنی، نوشیدنی، پوشیدنی و منکوهات. طرف اون خانوها که خیلی باشون خوشحال بودی، کجا فرار میکنی؟ ارجعوا الی ما اترفتم فی و خصوصا و مساکنکم، به طرف مسکنها، آپارتمانها برید. کجا برید؟ لعلکم تسألون، تا که از شما سوال بشود. لعلکم تسألون، این تحکم استهزاء تمسخر الله تعالی، تا که از شما سوال بشود. کجا فرار میکنی؟ 20 بعد مجرم ها فریاد میزدن، عذاب آنها را ایست میداد، عذابها مارپیچ میشد. اینها فریاد میزدن یا ویلنا انا کنا ظالمین. وقت زمین به حرکت می آمد و آبهای مهیب از هر
دیگه شروع میکردن به فریاد زدن که ای واویلا ما بسیار ظالم بودیم. اون شب میگن که به من خدا تذکر داد، به من تذکر داد، ما را تذکر داد. خدا با من همه ما را متذکر شد. گفتن تا ساعت 3 شب همون تنبورا و دهل محلی میگه صداش به گوش میرسید. و هفته قبل به قول گویندگان معتبر، اون گوینده هم دار فانی دنیا را الوداع بود، در یک ضیافت شراب در گالون‌های 4 لیتری آورده شد و توزیع شد و بعد از توزیع پایکوبی و زن و مرد شروع شد. و این هم چشمه ها دیدن اون محلی که در ماه مبارک رمضان اونجا قرآن خوانده شده بود، اون خانه ها چپه نشد، مثل خانه های دیگر. اینه که ما خودمان دیدیم ترک برداشتن و لحاظا چپه نشد. الله سبحانه و تعالی می فرماید من اون قبلی ها را تمرد کردن، شرک، کفر، انبیاء را اهانت کردن، انبیاء را ساحر و قاهر گفتن، برباد کردن، اینها را می گذارن. خلاصه الله سبحانه و تعالی از عذابهای خودش همه ما را نجات بدهد. فما زالت تلك دعواهم حتی جعلناهم حصیدا خامدین. همه فریاد می زدن که انا کنا ظالمین. این فریاد آنها ادامه داشت تا اینکه من آنها را ریشه‌کن کردم و مثل آتش شعله‌ور خاموش کردم. صبح شنبه من بهم رفتم، خاموش اونهایی که عزیزی داشتن بالای سقف ها ایستاده بودن و می گفت اینجا 10 نفر زیر سقف ها. هیچ سر و صدایی نه از مرغ ها بود و نه از فرنگه ها بود و نه از خروسه ها بود. خدا که وقت خشم کند خروسه ها را که بیچاره ها تسبیح میگن نصف شب، میدن این خروسه ها تسبیح میگن، اونها را هم میزن. اونها برای ما هست و وقتی ما جانی بشیم اونها را خدا برای چی میگذاره؟ تو الله سبحانه و تعالی میفرماید من آنها را خاموش کردم، ریشه‌کن کردم و گذاشتم. الله سبحانه و تعالی از فضل و کرم و احسان خودش از عذابهای دنیا و آخرت